اینجا زیر قشمه. بعد یه سری چاهای آب اینجا داره، خیلی میگن قدیمی و باستانی، مثل که برمیگرده به زمان هخامنشیان. آب میشه خورد؟ آره میخورن، کمی تمیزه، باید بکنن آب بیرون بیارن، بله. بشورن به راست بکنن، هر تک میبرن برای خردن طوری میشورن. یک چیزی داره دونوک، ما میگن دونوک کرای چیزی میزنه نه او بارونه نه اون راستش میکنه، بعد گوشه میزنه تو همه گوشه تو بند میزنه، بعد اینجوری میکنه میکردن تو آبش کم بده، آب خیلی کم بده، شیرین بده زیاد. شیرین بوده. خیلی شیرین بده. قدیمی هم هست. آره قدیمی. بعد کجا؟ شمال. ماشاءالله. شما لاهیجان اینجا جنوب. اونجا شمال، اینجا جنوب. شمال رفتین؟ نه من نرفتم. جای قشنگه، بد نیست. من تا کجا رفتم؟ تا بمبئی. هندوستان. آره هندوستان، لومو، سیمرغ، بمباتا، زنجبار. اینقدر بومیای اینجا آدمای خوبی هن. هم چاهای آب، به آبم داره. میگن از زمان هخامنشیان اینا همچنان هست، یعنی هیچ بعید نیست از زمان هخامنشیان باشه. اینقدر هخامنشیان، اصل هخامنشیان اگه بدونین کوروش و داریوشه. یعنی چی گونی ره؟ چیسه؟ چرا داد کدری؟ تا حرف نزیم گه. بعد اینقدر این کوروش و داریوش، حالا هخامنشیان، به فکر مردم بودن. میدونی که کانال سوئز مصر هم که تو دو تا دریا رو به هم وصل میکنه داریوش درست کرد دیگه. تخت جمشید داریوش درست کرد، کانال سوئز هم در اصل داریوش درست کرد. پاسارگاد اونجا ها مال کوروشه. تخت جمشید هر دو انسانای بزرگی بودن، عارف بودن. اینجا هنوز آب داره، خیلی باله، اصلا فکر نمی‌کنه. اینجا پله مت براش گذاشته بودن. سلام. یه توضیحاتی داد، گفت فکر کنم خانم‌ها نمیدونن از این سطلا مینداختن، آب می آوردن بالا. من قشنگ لهجه‌شو متوجه نشدم. یه همچین این آقای یه همچین توضیحاتی داشت میداد. خیلی بالا اینا آب داره، همون دیگه دست آدم نمیرسه. چی سبره چی داد کاری تا حرف نزیم گه. نکن چی چای آبیه، آبش هم تمیزه، چجوری بخوریمش دستم نمیرسه بهش، هیچی هم ندارم، گوشی نیفته. خیلی بالا، همه چای آبه. او ماهی هم داره توش. آخی داد نزن اگه آب ریسیت نبر. آره داشتم میگفتم هخامنشیان انقدر به فکر مردم بودن که اصلا بعید نیست که مثلا اینا رو درست کرده باشن. خیلی دانشمندای بزرگی داشتن، حالا چیزی نمونده، تاریخی نمونده، کتابا رو همه آتیش زدن، ولی هخامنشیان خیلی به فکر مردم بودن. و بعدش اشکانیان، طولانی ترین حکومت ایران اشکانیان بودن دیگه، نزدیک 500 سال حکومت کردن. خیلی آدمای خوبی بودن، اکثرش خوب بودن، بعضی از شاه‌ها یه ذره شاید چیز بودن، ولی ساسانیان اکثرش بد بودن. دلیل من اینه که ساسانیان اشکانیان رو اصلا نابود کردن، اشکانیان رو کشتن، زناب چاشو کشتن، تجاوز کردن. ولی عکس اون چیزی که میگن ساسانیان آدمای خوبی بودن، اتفاقا ساسانیان آدمای خوبی نبودن. اشکانیان و هخامنشیان آدمای خوبی بودن، ساسانیان اصلا بد بودن. مانی پیامبر، مانی بزرگ که اومد ظهور کرد تو زمان ساسانیان ظهور کرد که همه طرفداراشو کشتن و خود مانی رو کشتن. و ساسانیان آدمای مذهبی خیلی شدید بودن، مذهبی زرتشتی بودن، در حالی که کوروش و داریوش و اشکانیان اینا مذهبی نبودن، اینا عرفانی بودن. فرق میکنه با هم. عرفانی یعنی سعدی، حافظ، مولانا، خیام، بایزید بستامی. مذهبی یعنی همین ساسانیان که هر کی با مذهبش نباشه میکشن. اومدیم خود آب بخوریم، اش نیفتادم تو. هوتو خورزه داری یا هوتو از وقتی ما هوتو دادی بیداد کردی، هوتو خورزه داری تی زکون کنم، تی تخمون کنم، تی دهن فقط دوت. این محوطه اینجاست و خیلیش داشت توضیح میداد دیگه. اون آقای داشت میگه خیلیش رفته زیر خاک دیگه، مدفون شده. این 1000 خورده میگه بوده این چاهای آب، که الان خیلیش دیگه مدفون شده نیست. همین چند تا رو ما دیدیم اینجا، شاید کل این منطقه بوده. این خیلی بزرگه، این خیلی بزرگه، خطرناک هم است، هیچ حفاظی نداره. افتادی دیگه رفتی، بعد اینجا بیفتی صدا تا کسی نمیشنه، با یکی به تنابی چیزی بندازه به بالا. ارزش هم اینقدر زیاده، باید آدم دیوارش بتونه بگیری بیاد بالا، نه که ارزش کوچیک‌تری میشه اومد پات باید نزدیک از دیوارهاش بیاد بالا. ببینیم ای ارزش زیاده، سخته. جالبه، خیلی جالبه، قشنگه.